تا حالا کشور رو بدون بیمه تصور کردی؟ میدونی اگه بیمه نباشه چه اتفاقی میفته؟ مطمئنم نمیدونستی. با من همراه باش تا بهت بگم اگر بیمه نباشه وضعیت کشور چی میشه. اگر بیمه نباشه چه اتفاقی میفته؟ زندان هایی که پر شده از جرائم تصادفات رانندگی، بیمارهایی که قدرت پرداخت هزینه هاشون رو ندارن و بیمارانی که توان تسویه با بیمارستان رو ندارن و فرودگاه هایی که هیچ پروازی ندارن، ترمینال هایی که هیچ اتوبوسی ازشون حرکت نمیکنه و تاکسی هایی که هیچ مسافری رو جابجا نمیکنه. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هیچ کارگری سر کار نمیره، هیچ کارمندی سر کار نمیره و هیچ مواد غذایی به دست ما نمیرسه. این فقط بخشی از فاجعه نبود بیمه در کشوره. جدید بود نبود، عجیب بود نبود.